گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمد. ای وطن می سازمد، آخر خودم می سازمد. سلام دوستان، اینجا افغانستان با قدامت تاریخی 5000 سال است، جایی که در آن هزاران اشخاص با کلتور و فرهنگ‌های مختلف زندگی دارد. اشخاصی که از تبسم آن محبت، از چشمان آن عشق و از دستان آن مهربانی می‌بارد. بله عزیزان، شما بیننده کانال یوتیوب کابل پاریس هستید. کابل پاریس یک پل ارتباطی کلتوری فرهنگی بین افغانستان و فرانسه را جدیداً به فعالیت آغاز نموده است که ما دست به دست هم داده برنامه‌های همچون اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، ورزش و موسیقی را برای شما به نمایش می‌گذاریم. برای حمایتمان چینل ما را لایک و سابسکرایب نمایید و یادتان نرود که منتظر هر یک از پیشنهادات، انتقادات و نظریات شما خوبان هستید. و ما برنامه‌های جالب و دیدنی از افغانستان، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی را برای شما به نمایش می‌گذاریم. و در هر گوشه این جهان زیبا که هستید شاد و خرم باشید.